خب کاملا اوکیه. اینم من سکانسش رو سیو بکنم. عرضم به حضورتون که حالا نورهایی که کار گذاشتیم اینا رو همه رو میتونیم کنترل بکنیم. یه سری نورای دفنی هم گفتیم اینجا میتونیم کار بکنیم که حالا فعلا ازش صرف نظر کردیم. من همین رندرم تا شبم میتونم تبدیلش بکنم. مثلا سانلایت رو برمیدارم، انوایرمنت رو کمترش میکنم، یه خوردم تم آبی تر بهش میدم، مثلا یه خود دارک تر باشه ماجرا این شکلی. مثلا این الان شبه. حالا این لامپایی که اینجا دارم رو ببین با لایت میکس میشه چقدر این کارا رو راحت انجام داد. مثلا اینا میذارم 50 که اینا بیشتر روشن بشه، یا مثلا 200 اینا قشنگ روشن بشه. اینا خب اندازش هم کمه تو خوده. اینجا میتونیم تو خود این نورهایی که گفتیم کاسوس برازاری که میذاریم میتونیم نوراشو قوتش زیاد بکنیم. اینجاست ببینید لامپ اینجا این قوتش روی که من گذاشتم روی مثلا 100 که قدرتش بیشتر بشه، یا لامپ استریتا روی 10 بودش که اینو خودمون گذاشتیم. اینایی که برای اون بالاها گذاشتیم اینا برای این دیواریا بود، اینا که روی هالوژن توریا برای سقف بود اینا میتونیم بذاریم روی سقف. بعد حالا توی لایت میکس هم دیگه حالا میتونیم قدرتش رو کنترل بکنیم. همین این نورایی که روی دیوار بود داره اثر خودش رو میذاره. من خب باید خود صبر کنیم. بعد حالا انوایرمنت و سلف ایلومینیشن هم برای موقعی که یه متریالی خودش رو می‌کنیم منبع نور که هنو بهش بر نخورید که بخوام توضیح بدم خدمتتون. صرفا همش از لایتینگ هایی که داشتیم استفاده کردیم. ببینید الان رندر شبش شد. حالا ببینید این دیواریا اندازه نورش تقریبا خوبه. اگه خواستیم میتونیم یه خورده زیادتر یا کمترش بکنیم. من میتونم خود زیادترش بکنم اینجوری مثلا. اوکی. حالا این همین دیوار سقفیاست. نه این برای اون بیرونه، برای نور بیرونه. مثلا 200 میذارمش. اینا برای این سقفیاست گذاشتیم. 100 زیاده ضرب اون 100ی که برای پیش‌فرضش گذاشتیم شده. خب زیاد شد. مثلا 20 میذارم یا مثلا 50 این شکلی. اینا مثلا این همون رندر شبیه که چیز میخواد، چی بهش میگن، شهرداری میخواد. اینم درست میشه. مثلا این قرمز تر اینا درست میشه خود از چیزش بگذره. باز اینا رو گفتیم توی این لنز افکت میتونید کنترل بکنید. سایزش مثلا میبینید خیلی زیاده، سایزش رو کوچیک‌تر بکنید. من از خیلی سایزش رو میتونم خیلی کوچیک‌تر بکنم، یا مثلا خود قدرتش رو بیشتر بکنم، قدرتش اینجوری بیشتر بشه. نیازی به این کار نیست. من خود سایزش رو کوچیک‌تر میکنم این شکلی. البته این خیلی کوچولو شد اینجوری خوردم. یه حالت دیگه هم هستش، مثلا حالت لنز اسکرچ این شکلی میکنه، یا مثلا حالت لنز داست این شکلیش میکنه. یه حالت این همین افکت هایی که وقتی که داریم عکاسی میکنیم از نورا میفته، این کارا رو میتونه برامون انجام بده. یعنی مثلا میشه حالا رندرش اگه خواستید یه خورده مثلا حالا روشن‌تر باشه، یه خورده اینو مثلا روشن‌ترش بکنید. یه خورده میتونه دارک تر بشه، مثلا یه خورده بیاد به این سمت، خود سردتر بشه خود اینجا مثلا به این شکل. این دیواری خیلی دیگه زیاد شده. من میگم دیواریه رو یه خود کمش بکنیم. این دیواریه است؟ نه این دیواریه. مثلا خوبه اوکی، چون خیلی زیادم بکنیم دیگه نه اینقدر خوبه. میتونیم حالا اینم کنترل بکنیم. اگه دیدیم یه جای خیلی داره میسوزه میتونیم البته یه خورده کارتون چیز میکنه، یه خورده کار، یعنی یه خورده میاد اون جایی که خیلی چیز شدن رو کمتر میکنه، خیلی سوخته و مقدار شدت نور اکسپوژر زیادی داره رو خود لطیف ترش میکنه، مشخص تر میشه. ولی نیازی فعلا نیست. خوبی میشه از این زاویهش. مثلا حالا یه زاویه دیگه هم که من توی خیلی خوشم اومده موقعی که داشتم کارو مدل سازی میکردم، اومده بودم اینجا تقریبا لوک راوند رو من بزنم، بیام اینجا مثلا به این شکل
و میتونیم 2 پوینت رو هم بزنیم تا حالت این لایت میکس رو که ما در واقع تغییر دادیم توی اون پروسه اولیش که هنوز دینویز نشده و لنز افکت هنوز فعال نشده فعلا نمیاره. وقتی که یه پس ازش بره، اینا پس دیگه، اینجا رو نگاه بکنید الان داره جیومتری ها رو حساب میکنه. الان رسید به جایی که در واقع بخواد محاسبه اول رو انجام بده. پس 1، پس 2، پس 3، همجوری میره جلوتر. این نویزا، من اینا رو خاموش کنم، این نویزا هی کمتر میشه. ببینید این هی داره میره جلوتر، میبینی هی داره نویز صحنه رو کمتر میکنه. اطلاعات هی بیشتر داره از نورها، بازتاب‌ها و اتفاقاتی که توی صحنه افتاده، داره اطلاعاتش میرسه به دوربین. هر چقدر که این اطلاعات زمان میگذره، اطلاعات بیشتر میرسه به دوربین سریعتر میتونه، در واقع بهتر میتونه این رو به ما نشون بده. که حالا فعلا توی این حالت ما الان لنز افکت این رو اینجوری داریم میبینیم. لنز افکتش اینم مثلا میشه یک زاویه دیگه که اینم من سکانسش رو سیو میکنم و سکانس بعدی که خواهیم داشت میتونیم از جلوی ورودیمون داشته باشیم. اینجا لوک راوند رو داشته باشیم تا بتونه به اون کمک بکنه برای زاویه دیدمون. خیلی کمک میکنه لوک راونده اینجا. و یه خورده میتونیم فیلد آف ویو رو بیشتر بکنیم، یه تریپ بیایم عقب که رفتیم تو دیوار، بیایم اینجا دوباره لوک راوند. به هر حال رسیدن به زاویه خوب قطعا زمان بره. ما اینجا میتونیم یه تست بکنیم که اصلا کارمون رو پورتریت بکنیم ببینیم چه جوری میشه. این خیلی بهتر شد، پورتریتش خیلی بهتره برای این شات رندر. خیلی پورتریت میتونه بهتر باشه. من 2 پوینت پرسپکتیو هم میزنم به این شکل. ما الان کار رو داریم، ببینیم این رو هم سیو میکنم. خب این شب رندر هست چون با لایت میکس کار کردیم، یا الان دقیقاً شب رندر رو به ما نشون میده. حالا من نویزش رو برطرف نشده این شکلیه. این متریال آماده که از کاسموس برازر آوردیم، بازتاب ها همه چی رو در واقع همه چی رو داره دیگه، نیازی نیست ما هیچ تغییری توش بدیم. میتونیم ادیتش بکنیم ولی همه چی داره. مثلا همین بتونی که کف استفاده کردیم، این بتون اکسپوز نمیدونم اینه یا اونه، حالا هر کدوم که هست مهم نیست. ببینید چیزاش تعریف شده. ما میتونیم اینجا مثلا مپ رافنسش رو روشن‌تر، تیره تر بکنیم، یا مثلا بامپش و قدرتش رو کم و زیاد بکنیم، حالتش رو تغییر بدیم، اندازه بازتابش رو کمتر بکنیم یا زیادتر بکنیم. حتی میتونیم کلا بافت دیفیوزش رو عوض بکنیم. یه متریالی که آماده است، انگار خودمون ساختیم ولی یکی مثل ما اومده کلی روش وقت گذاشته و در اختیار ما قرار داده. این مثلا هم دینویز رو بزنیم ببینیم. الان مثلا توی این صحنه خب لنز افکت خیلی زیاده، من اینتنسیتیشو کمتر میکنم.